جبر تاریخ یگان قوم ندیده است که ما، زهر تاریخ نژادی نچشیده است که ما. ملت زیر فلک با همه فرهنگ سترگ اینقدر ذلت و خواری نکشیده است که ما. ملت در ره تقدیر بدین تنهایی به چنین ورطه مهلک نرسیده است که ما. ملتی از قلم رفته بر اعمال بشر اینقدر بوی عقوبت نشمیده است که ما. ملت بی جهت با سر پرشور و بلند در سر دار اجانب نتپیده است که ما. هیچ قومی به چنین ناکسی و ناخلفی خونی هم خون خودش را نمکیده است که ما. ملتی در همه ایام بدین بیشرفی سینه مادر خود را نبریده است که ما. هیچ کس زیر نقاب آمده بحر زر و سیم جگری هم نسبش را ندریده است که ما. هیچ فردی ز سر کین به جگرگاه پدر دشنه تشنه خون را نخلیده است که ما. آه و افسوس که در حاشیه تاریخیم، این همه فاجعه را دهر ندیده است که ما. همین بر اثر همین شعرها و پریشانی ما که در طول 1000 سال همطور پریشان بودیم، امروز هم همطور پریشان هستیم و علاج این دردها یگانه اون است که ما واقعا به اون عطای تاریخی و وحدت ملت برسیم، به وحدت ملی برسیم و همه از تاجیک بودنمان، از صاحب این وطن بودنمان، از صاحب این خاک و آب بودنمان افتخار کنیم. نه اون افتخار فروشی های پوچ که ما تأسف ما از دهک خوردمان بعضا افتخار میکنیم و از محل، حتی از گذر، حتی از یک اجداد خود افتخار میکنیم. این هم خوب است، اما ما باید در این روز بجز وحدت ملی خیال میکنم پازهر همه دردهای ما این وحدت ملی خواهد بود که ما همه فرزند یک پدر و مادر باشیم، فرزند یک وطن باشیم و همه تاجیک باشیم و از تاجیکستان، از اون چی که محدوده امروزه تاریخی تاجیکستان در دست ما هست، از اون شکر بکنیم، اون پاس داریم و برای آن همیشه برای دفاع و برای خدمت آماده باشیم. و بنابراین من در همون روزها بغیر از اون که دردهای را ناله کردم، باز دعوت هم کردم که مردم سرجم باشند، پهلوی هم باشند و به بوی یکدیگر زنده باشند.